کتاب روح البیان نوشته است که وقتی ابلیس را الله متعال از جنت رانده کرد 10 چیز طلب کرد. ابلیس گفت یا پروردگارا، من را از جنت و رحمت خود رانده کردی، برای من خانه عطا کن. الله گفت حمام خانه توست. ابلیس گفت برای من مجلس بده. الله گفت بازار و راههایی که جای غیبت و سخنهای بی معنی می شود مجلس توست. ابلیس گفت برای من غذای بده. الله گفت در غذایی که نام من ذکر کرده نشود غذای توست. ابلیس گفت برای من شراب بده. الله گفت هر مست کننده شرابی توست. ابلیس گفت برای من اذان بده. الله گفت موسیقی اذان توست. ابلیس گفت برای من کتاب مقدس بده. الله گفت شعرهای بی معنی کتاب مقدس توست. ابلیس گفت برای من نقشه بده. الله گفت خالکوبی هایی که مردم در جسم و جسد خود میکنند نقش توست. ابلیس گفت برای من حسن سخن بده. الله گفت دروغگویی سخن توست. ابلیس گفت برای من پیغمبر بده. الله گفت جادوگر پیغمبری توست. ابلیس گفت برای من بنده بده. الله گفت آدمی که من را اطاعت نمی کند بنده توست. الله می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. و هر کسی از آنان را که میتوانی با صدایت برانگیز و با یاری سواران و پیادگانت بر آنها بتاز و در اموال و فرزندان آنها شرکت جوی و با آنها وعده بده و شیطان جز فریب به آنها وعده نمی دهد. این 10 چیزی بود که ما از قرآن و حدیث برای شما پیشنهاد کردیم. این را برای دیگران بفرستانید تا که صدقه جاریه شود و ما و شما از این صدقه جاریه ثواب بهره ببریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.